الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى إن حلقي نود يكم از آموزشی كلمة التوحيد، كلمة الطيبة، عروة الوثقى، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. برادرانم و خواهران موحدم، الله به همه شما برکت بدهد و نعمت فهم را نصیب شما گرداند و از جمله موحدینتان گرداند. ما تا امروز بسیار مسائلی که تعلق به کلمت التوحید داشت بیان نمودیم و این چنین رسیدیم به آخرین شرط صحت لا اله الا الله، هفتمینش، و در این بیان آخرین شرط صحت لا اله الا الله الانقیاد نیز به شما مسائلی زیاده را بیان نمودیم. دلیل ها را از قرآن، از سنت، از اقوال علما و بسیار مسائلی که تعلق به الانقیاد داشت. و حالا باشد مسائلی مهمی که باز تعلق به همین شرط است بیان می نماییم، زیرا که در حقیقت این شرط، یعنی شرط هفتم صحت لا اله الا الله الانقیاد، به نهایت شرط بزرگ هست و اهمیتی خیلی هم سخت دارد و وقتی که انسان انقیاد را خوب درک کرد، حقیقت اسلام را خوب درک می کند و در همه شرط های لا اله الا الله درست شدنش ممکن است. بارک الله فیکم. و امروز وقتی که ما نظر به جامعه اسلامی یا که نظر به امت اسلامی این زمانه میکنیم، میبینیم که مشکلی بسیاری از مردم در انقیاد است، انقیاد عقیدوی، و بعد از مشکلی انقیاد عقیدوی انقیاد عملی. زیرا که ما البته انقیاد را انقیاد قلبی هم میگیم، انقیاد قلب این عقیده است. بارک الله فیکم. پس ما باید اعتقادا و عملا انقیاد داشته باشیم. بارک الله فیکم. پس شروع میکنیم و بار دیگر بیان میکنیم که هر کسی که انقیاد ندارد ایمانش بالکل نابود میگردد. حتی علما موضوع گذاشتند در کتاب‌های عقیدوی، نفی الایمان بالکلی عمن لم ينقض، نابود شدن ایمان، نفی ایمان بالکل از کسی که انقیاد را انجام نمیدهد. و به این اصل بزرگ و به این سخن در حقیقت آیات‌های زیادی از قرآن دلالت میکند که ما از پیش در حلقه‌های گذشته به شما بیان کردیم و یک از اونها و ما اولئک بالمؤمنین. الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و آنها مؤمنین نیستند. که ها؟ کسانی که انقیاد را انجام نمیدهند، شرط های لا اله الا الله را بجا نمیدهند. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، قسم به ربت ای محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نمی آورند یا که ایمان ندارند اون کسانی که تحکیم به شریعت الله نمی کنند. و البته انقیاد است و آیات های زیاد و دلالت می کند که انقیاد این عمل است و شرط است که صحت لا اله الا الله است، یعنی شرط صحت لا اله الا الله و شرط صحت ایمان اسلام. بارک الله فیکم. پس علاقه همین شرط هفتم صحت لا اله الا الله الانقیاد به دیگر شرط ها چگونه است؟ آیا انقیاد به پیش از خودش گذشته شرط های ششگانه العلم والیقین والصدق والاخلاص والمحبت والقبول دارد یا ندارد؟ بله، انقیاد علما میگویند که لازم شمارنده تحقیق تمام شرط های پیش از خودش گذشته است. یعنی انقیاد وقتی که به وجود می آید لازم می شمارد که پیش از خودش بوده شرط ها هم به وجود آید. انقیاد همان وقت به وجود می آید که، اگر به دیگر عباره بگیم،
انقیاد یعنی عمل انسان همان وقت به وجود می آید که شرط های دیگری لا اله الا الله هم در انسان صحیح باشد و به وجود آمده باشد. یعنی انسان وقتی که علم دارد، بعد از این یقین دارد، صدق دارد، اخلاص دارد، محبت دارد، قبول دارد. این 6 شرط صحت لا اله الا الله که پیش از انقیاد است. وقتی که همین 6 شرط به وجود آمد، انقیاد به وجود می آید. وقتی که انقیاد به وجود می آید، معناش این است که دیگر شرط ها خوب است، اما این سخن ما به منافقین دخل ندارد. این سخن ما تعلق به انقیاد حقیقی دارد. یعنی انقیاد حقیقی، انقیاد مؤمن واقعی، این گونه انقیادی هست که وقتی که به وجود آمد دیگر شرط هم به وجود میاد. اما انقیاد منافقین در اینجا قبول نمی شود یا که داخل کرده نمی شود، زیرا که انقیاد منافقین انقیاد است که ظاهرا هست اما باطنا نیست. انقیاد دروغین، انقیاد فریبی هست. چرا که منافقین یظهرون الاسلام و یبطنون الکفر، اسلام ظاهر میکنند و کفر در باطنشان نگه میدارند. بارک الله فیکم. پس باید بدانید که همین انقیاد شرط هفتم صحت لا اله الا الله، مثل دیگر از شرط های گذشته که در حلقه گذشته گذشت، شرط های صحت لا اله الا الله اصل دارد، واجبات دارد و کمالات دارد یا که مستحبات دارد. انقیاد اصل دارد. اصل انقیاد است که وقتی که انسان ترک کرد کافر می شود. واجبات انقیاد است که وقتی که انسان ترک کرد گناهگار می شود. مستحبات انقیاد است که وقتی که انسان ترک کرد گناهگار نمی شود. وقتی که انجام داد درجه ایمانش بالا می شود. یعنی که مؤمن، مسلم، محسن در مسئله انقیاد هم وجود دارد. خیلی که در مسئله یقین، در مسئله صدق، در مسئله اخلاص، در مسئله محبت، در مسئله قبول و در مسئله اینچنین انقیاد در همه اش وجود دارد. این 6 شرط بعد از علم همه اش مثل ایمان است که ایمان یا که مؤمن، مسلم، محسن است. بارک الله فیکم. پس انقیاد الاصل یا که اصل انقیاد که انسان به ترکش کافر می شود، انقیادی که وقتی که انسان ترک کرد کافر می شود، این چگونه انقیاد است؟ این انقیاد به توحید است. یعنی عمل کردن به توحید، پابرجا بودن به توحید، پایبند بودن به توحید. و این چنین انقیاد به اصل دین است. اصل دین رو ما در حلقه های گذشته به شما بیان کردیم. اصل دین در نزد اهل سنت و جماعت 6 تاست و بعضی از علما 4 تاست گفتند و 2 تای دیگر رو به درون این 4 تا داخل کردند. 6 تاست اگر کشاده گوید، اگر کمی مختصر کنید 4 تاست که اولی اصل دین اسلام اولش این توحید به جا آوردن توحید است و دومش الموالات است. موالات محبت مؤمنین، نصرت دادن مؤمنین به قلب و به ظاهر. و سومش ترک و شرک. چهارمش البراءه، براءت کردن، براءت جستن از مشرکین، منافقین، مرتدین، از اهل بدعت. و بعد از این پنجمش عدم الامتناع و التولی، امتناع نکردن یعنی عمل رو ترک نکردن، اسلام رو ترک نکردن و تولی روی نگردانیدن، به اهمیتی نکردن بدین و عمل کردن با که بجا آوردن نماز، ادا نمودن نماز و داشتن روزه. این 6 اصل دین است. یعنی انقیاد به همین اصل دین، همین اصل دین رو بجا آوردن و ترک میکردگیش رو ترک کردن. مثلا شرک رو ترک کردن، امتناع و تولی رو ترک کردن، این اصل دین است. وقتی که کسی ترک نمیکند از این میبرد که این انقیادش صحیح نیست. وقتی که کسی توحید ندارد این دلالت میکرد که انقیادش صحیح نیست. وقتی که کسی که نماز نمیخواند، زکات نمیدهد، این دلالت میکرد که انقیادش صحیح نیست، چرا که اصل دین رو بجا آورده است. پس انقیاد در اصل دین و انقیاد اینچنین در ایمان. انقیاد در ایمان یعنی ایمان را درست و صحیح بجا آوردن. درست و صحیح بجا آوردن اول به من شما میفهماند و ضرور میداند که اول ما باید درست و صحیح فهمیم. وقتی که ما ایمان را درست و صحیح فهمیدیم، درست و صحیح عمل میکنیم و بعد از این جنس عمل رو انجام دادن، جنس عمل رو به وجود آوردن. جنس عمل رو به وجود آوردن معناش این است که وقتی که توحید رو قبول کردید، اسلام رو قبول کردید،
لا اله الا الله رو وقتی که انسان میگوید، بعد از این نماز خواندن، روزه و حج و زکات و دیگر از عملهای اسلام رو به جا آوردن. انمین انقیادی اصلی هست که انسان وقتی که ترک میکند کفر میشود. فقط در همین جا ما نباید مثل اهل خوارج باشیم. نباید مثل خوارجات در همه حالت کسی رو تکفیر بکنیم. مثلا در بعض مسائل واجبات ترک کرد، هیچ کسی حق ندارد که تکفیر بکند. منهج اهل سنت و جماعت انمین منهج است که به دلیل قرآن و سنت بیان میکند. انقیاد کامل و تام، انقیاد کامل و تام، و بعضی از علما میگن انقیاد کامل و تام و بعد از این تقسیم میکنن، لیکن ما میگیم انقیاد واجب دویم نمود انقیاد. انقیاد واجب انقیاد است که انسان وقتی که ترک کرد به ترکش گناهگار میشود، اما حکم اسلام در این اسلام میماند. و سومش انقیاد واجب البته به مانند واجبات رو به جا آوردن، به مانند مثلا حق پدر مادر رو به جا آوردن، بعد از این بعضی از واجبات رو به جا آوردن و از گناه ها که الله سبحانه و تعالی من شما را دور شوید گفته است، از گناه کبیره دور شدن. و البته این به جا آوردن واجبات است، انقیادی واجبات است. کسی که شراب نمی نوشد، سیگار نمی کشد، عرق نمی نوشد، کسی که زنا نمی کند، دزدی نمی کند، این انقیاد کرده است، این عمل کرده است. ترک گناه این عمل است. پس اما این انقیادی واجبات است. کسی که نواد و همین گناه ها را انجام داد، گناه کبیره را کافر نمی شود. اصلی انقیاد نابود نمی شود، اما بینهایت گناهی بزرگ میکند. و این چنین انقیادی مستحبات از کارهای خیر، صدقه دادن و غیر و غیره که اگر نواد نکنید گناهگار نمیشید. و این بود تقسیم، این بود تقسیمی که انسان باید داند. بارک الله فیکم. و این چنین به مسئله دیگر میگذاریم. مسئله دیگر این است که شکننده ها یا که ناقص کننده ها و بد کننده ها و ضعیف کننده های انقیاد. پس این را علما میگن قوادح الانقیاد، بد کننده های انقیاد، قدح کننده انقیاد. پس وقتی که انسان مؤمن و مسلمان در بجا آوردن واجب کمبودی میکند، امرهای الله را در حالت بجا آوردن کمبودی را ایجاد میکند، ضعیف میکند، در این حالت هم انقیادش ضعیف میشود و حالت میشود که انسان بعضی از امرهای الله را بجا نمی آورد، عمل را که کفر میشد، به مانند ترک کردن نماز و این چنین ترک کردن زکات انسان را کفر میکند. یا در بعضی حالت انسان ایمانش ضعیف میشود، به مانند یگون گناه رو انجام دادن یا که صله رحم رو ترک کردن، حقوق رو به جا آوردن. بارک الله فیکم. پس قادح کننده های انقیاد، بد کننده های انقیاد به دو درجه اند. قوادحی که اصل ایمان را به کلی نیست میکند، به مانند، یعنی در اینجا گویا که انسان به مانند ترک کردن توحید است. یعنی وقتی که شکننده انقیاد آمد، نابود کننده انقیاد آمد، دو درجه دارد. درجه اول در بعض حالت انقیاد ایمان، وقتی که قوادح انقیاد آمد ایمان انسان را به کلی نابود میکند، به مانند ترک کردن توحید یا که جنس عمل یا که انجام دادن شکننده از شکننده های اسلام. یعنی همین چیزها وقتی که انسان توحید رو ترک میکند یا که وقتی که انسان کاملا عمل کردن رو ترک میکند یا که یکی از شکننده های اسلام رو به جا میآورد، در این حالت انسان ایمانش بالکل، یعنی از اولش تا آخرش نابود میگردد. همه ایمان نابود میگردد، انسان کفر میشود. و بد کننده های هست که قادح کننده های ایمان است که ایمان انسان را به کل کاملا نابود نمیکند، بلکه ضعیف میکند. به مانند اصلش
ترک کردن بعضی از واجبات یا که انجام دادن بعضی از محرمات، حرام هایی که الله سبحانه و تعالی حرام کرده است. اما این کفر نیست و شرک نیست، عمل هایی که کفر نباشد و شرک نباشد. این بود قدح و بد کننده و شکننده های انقیاد. بارک الله فیکم. و بیان میکنیم چیزهای ضروری انقیاد را. ما در هر یک شرح و توضیح شکننده های یا که البته شرط های صحت لا اله الا الله، در هر یک شرح و توضیح صحت لا اله الا الله، شرط هایی که اونجا هست، شرط های صحت لا اله الا الله، به شما بیان نمودیم که هر یک این شرطی که هست از علم، از یقین، صدق، اخلاص، محبت، قبول، این چنین انقیاد همه اش به خود چیزهای لازمی دارد که وقتی که این شرط اومد باید بعد از وی این چیزها هم بیاید، حتما از همدیگر جدا نشود. پس چیزهایی که همیشه با همراهی انقیاد می آید، ضرورت است که با همراهی انقیاد است. علما میگن لوازم الانقیاد، چیزهای لازمی انقیاد چیست؟ اولینش باید بدانید که حکم به حکم الله و رسولش کردن است و تحاکم طاغوت را ترک کردن است. به تحاکم طاغوت تحاکم نکردن است. اولین چیزی که ضرورترین چیزی انقیاد است، همیشه با همراهی انقیاد می آید و حقیقی بودن انقیاد را بیان می کند و لازمترین چیز به انقیاد است، این حکم کردن به حکم الله و رسولش، حکم بما انزل الله کردن، حکم کردن به اون چیزی که الله نازل کرده است، به قرآن و سنت. حکم کردن یعنی چیست؟ حکم کردن داشتن سیستم اداره دولت و به بالای اونها کنستیتوسی الله و رسولش را جاری کردن، نه کنستیتوسی طاغوتی که 4-5 یا 10-15 کمونیستی بدین ملحد یا که یهود و نصارا پارلمان ساختند و میشینند و سرقانون میبرند و مینویسند و هر چیزی که این شهوت شیطانی لعنی نفسیشون خواست به مردم واجب میکنند. نه این چیز، بلکه باید حکم الله و رسولش باشد و کسی که حکم الله و رسولش را قبول ندارد یا که کسی که به حکم غیر الله سبحانه و تعالی بغیر ما انزل الله حکم میکند، این انسان مسلمان نیست، کافر است، مرتد است، اگر پیش از این خود را مسلمان گفته باشد. و کسی که همین را طرفداری میکند، این هم در خطری بزرگ است و علما حکم کفرش را ماندند. و کسی که از حالت جهل و بی‌علمی به شبهه این مرجئه های مدخلی ها افتاده است، بداند که در خطری بزرگ است و باید در این مسئله احتیاط باشد. پس لازمترین عملی که با همراهی انقیاد است و انقیاد بینهایت قوی هست، این حکم کردن به حکم الله و حکم غیر الله، حکم طاغوت را ترک کردن است. و دومین چیز که همیشه باید با همراهی انقیاد باشد، یکی از ضرورترین لوازمات انقیاد است، این الولاء والبراء والكفر بالطاغوت است. الولاء والبراء والكفر بالطاغوت. الولاء، برادران و خواهران موحدم، ما به شما در حلقه های گذشته مسئله الولاء والبراء را به نهایت در حلقه های گوناگون زیاد بیان نمودیم، معنیش، اصلش و رکنهایش. بارک الله فیکم. در مسئله قبول، القبول به شما بیان گشت. بارک الله فیکم. پس الولاء والبراء این دو عملی بزرگ است که امروز در مسلمان ها کم دیده می شود و نه فقط در مسلمان های عادی، بلکه در بین بعضی از انسان هایی که دعوای به نهایت علم و خرد میکنند در اونها هم دیده نمی شود. و امروز سبب ضعف و سبب شکست امت اسلام از سبب ترک کردن انمین دو کلمه است، الولاء والبراء. چخیلی که علما همه میگویند سبب پیشروی صحابگان، سبب قوی بودن صحابگان، سبب عزت صحابگان الولاء والبراء بود. پس شما باز گردید به حلقه های گذشته، والله اعلم ما این را در زیر
کفر و رد و اینچنین در مسئله ضد المحبه، شرط پنجمی لا اله الا الله المحبه، ضدش که کفر البغض کفر البغض و اینچنین کفر الکره هست، در اینجاها ذکر کرده است. پس باید گردید و بفهمید که الولا و البرا چیست. میگویم که الولا و البرا هر دش دروکنی دارد، الولاء قلبی، البراء قلبی، الولاء ظاهری و البراء ظاهری. و الکفر بالطاغوت، کفر ورزیدن به طاغوت. کفر ورزیدن به طاغوت در حقیقت به گفتن آسان است، لیکن به نهایت این عملی بزرگ است و کفر بر طاغوت این تعلق به رکنی لا اله الا الله دارد. کسی که کفر بر طاغوت نکرده است مسلمان نمیشود. سومین لوازمات لا اله الا الله، بزرگترین و سختترین چیزی که با همراه لا اله الا الله است، این دوست داشتن الله، دوست داشتن اولیاهای الله و از همه پیش گرفتن امر الله و رسولش از دیگر امرها، امر الله و رسولش را از دیگر امرها پیش گرفتن و امر الله و رسولش را دوست داشتن. پس همه این چیزهایی که ما ذکر کردیم و عموما به سه قسم تقسیم کردیم، این امرها و این امورها داخل می شود به داخل انقیاد. این عملها خودش انقیاد است، حکم کردن به حکم الله و الولاء و البراء و کفر به طاغوت، محبت الله و رسولش و اولیاش، این خودش انقیاد است و از انقیاد جدا نمی شود. لیکن چرا ما این رو باز ذکر کردیم؟ چرا که این از مهمترین عملهای انقیاد است که امروز انسانها در همین مسئله به اهمیتی کرده اند و ضعیفند. پس این چیزهای ذکر شده داخل انقیاد میشد از باب لزومیت یا که از باب تضمن، هم از باب لزوم و از باب تضمن هم داخل کرده میشد. پس برای همین است که علما میگویند انقیاد در بر میگیرد حکم به شریعت را و موالات اولیای الله سبحانه و تعالی، یعنی مؤمنین را، و دشمنی کردن دشمنان شریعت را. بارک الله فیکم. پس این بود مسائلی که به نهایت فهمیدنش در حقیقت ضرور است و به هر یکی مسلمان که دعوای مسلمانی میکند فهمیدنش واجب است. و این چنین بدانید که انقیاد، اسلام، عبادت، طاعت، این چهار کلمه به همدیگر به نهایت رابطه سخت دارند. انقیاد، وقتی که ما کلمه انقیاد را میگیم، یا که کلمه الاسلام میگیم، یا که کلمه العباده، یا که کلمه الطاعه، طاعت الله، عبادت الله، اسلام به الله، تسلیم شدن به الله، انقیاد، همه اینها به همدیگر رابطه شدید دارند و هم معنا هستند. علما میگن وقتی که نظر به مقصد این کلمه ها میکنیم، نظر به غایت انقیاد، اسلام، عبادت و طاعت میکنیم، میبینیم که به خاطر همین چهار کلمه الله سبحانه و تعالی تمام خلقش را خلق کرده است. به خاطر اینکه اسلام را قبول کنند، به خاطر اینکه الله را عبادت کنند، به خاطر اینکه الله را اطاعت کنند و به خاطر اینکه گفته های الله را عملا اجرا بکنند. بارک الله فیکم. پس مثلا نماز از جانب الله سبحانه و تعالی به ما شرع شده است به خاطر خضوع الله سبحانه و تعالی، خضوع کردن به الله. و روح نماز را علما میگن در خشوع و طمأنینه و آرامی قلب است. و خشوع و طمأنینه، خشوع کردن در نماز و آرام بودن قلب و دیگر عملهایی که در نماز از عملهای بزرگترین است، به مانند محبت و غیره، همش معناش باز میگردد به ذل و در نزد الله خود را انسان شکسته حال، خار و ناچیز و حقیر حس کردن است. پس توبه کردن، بازگشتن به سوی الله، استغفار کردن، این همه اش معناش باز میگردد به بازگشتن به سوی الله. توبه کردن، استغفار کردن یعنی به سوی الله بازگشتن، خضوع کردن به الله، ذل کردن به الله، شکسته شدن در نزد الله، خود را خاریز کردن در نزد الله و خود را شکستگی کردن و خاکسار شدن، زاهد شدن. پس همه همین عبادت ها باز میگردد
به همین انقیاد و این چنین باز میگردد به اسلام و اطاعت و عبادت. بارک الله فیکم. پس این بود مسائلی که در این حلقه به شما بیان نمودیم و باذن الله به نهایت مسائل های مهم را در حلقه های آینده که تعلق به شرط هفتم صحت لا اله الا الله دارد الانقیاد به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که اللهم علمنا مما ينفعنا و ينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وجنة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم وفقنا واجعلنا ممن يحقق التوحيد. واللهم طهر قلوبنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر